خیلی دوست دارم بدونم که شما توی مسیر زندگیتون، حالا یه قسمتی رو در مورد تئاتر گفتید، آیا بوده از کسی تأثیری بگیری، حالا چه مثبت چه منفی؟ حالا اگر مثلا این تأثیر مثبت بوده خب میتونید بازگو بکنید، اگه منفی بوده شما چجوری باش کنار اومدید یا چجوری ازش عبور کردید یا اون رو تبدیل به یک رشدی کردید، اون چجوری بوده؟ و اگر حتی این مصداق در مورد دیگران هم تو ذهنتون هست و دوست ندارید در مورد خودتون بگید، دوست دارم که حتی در مورد خاطره‌ای که تو این فضا دارید حتی بهم بگید. و چند سوال از این جنس دارم، خیلی دوست دارم که اگر اشکالی نداره با ما به اشتراک بذارید، چون عمیقاً فکر میکنم یه استادی در جایگاه شما وقتی واگویی‌های از زندگی شخصیش داره که تونسته از یک مسیر عبور کنه، یه فرصتی رو به دست بیاره و اون رو تبدیل به رشد خودش بکنه، من فکر میکنم برای آدمایی که میشنون خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، یک جرقه‌ای توی ذهنشون گاهی اوقات ایجاد میکنه و گاهی اوقات آدم مسیرش رو جدی‌تر میره یا گاهی اوقات مسیر رو پیدا میکنه. دوست دارم اگه چیزی در ذهنتون هست، آدمی، شخصیتی، حرفی، حالا دو تا سوال دیگه بعدش هم دارم، فقط مثلا عمومی میپرسم، اگه چیزی تو ذهنتون هست لطفاً بهمون بگید. واقعیتش اینه که من در تمام دورانهای زندگیم در اکثر اوقات همیشه احساس میکردم که نیاز به یک راهنما دارم و همیشه دنبال راهنما میگشتم. بیشتر یک حالت مریدی بودم که دنبال مراد خودم میگشتم. چند تا هم تجربه کردم، اما واقعیتش اینه که بعد از یه مدتی احساس کردم که اینها مرادهای واقعی من نیستن، چه در زمینه مذهب، چه در زمینه عرفان، چه در زمینه فلسفه و سیاست و غیره و حتی هنر. آخرین تجربه‌ای که دارم اینه که تنها کسی که میتونه مراد من باشه خود من هستم. با خودم صحبت میکنم و خودم پاسخهای خودم رو میدم و احساس میکنم که پاسخهای درستی به خودم میدم. ما در واقع انسانهای تنهایی هستیم، اما فوق‌العاده نیاز داریم به جمع، به دوستی‌ها، به پدر و مادر، به مربی، به گروه‌ها. اینا میتونن خیلی رو ما تأثیرگذار باشن، بدون شک تأثیر هم دارن. اما در تنهایی‌ها چه کسی میتونه کمک ما بکنه جز خودمون؟ حالا گاهی اوقات این خود رو میشه گفت خدا فرض کرد. آدم با خدای خودش صحبت میکنه. گاه احساس میکنه که در واقع با خودش داره صحبت میکنه و اون خدا تو خودشه. به هر صورت اینا مسائل روانی پیچیده‌ایه که روانشناسا بهتر میتونن پاسخاشو پیدا بکنن، ولی ما نیاز داریم همیشه به گفتگو. من نیاز دارم با شما صحبت کنم و تجربیات خودم رو بگم از نظر و دریچه تئاتر، و نیاز دارم که شما به عنوان یک دکتر روانشناس اونها رو گاه تایید بکنی و این باور منو بیشتر میکنه نسبت به کارهایی که انجام دادم، چون هیچ کدوم ما بیراهه نرفتیم. همه ما دنبال حقیقت هستیم، دنبال شناخت شخصیت خودمون هستیم در درجه اول که اونو ارتقایش بدیم، و بعد که داریم ارتقایش میدیم همیشه این سوالو از خودمون میکنیم که خب تو بود و نبودت چه فایده ای داره؟ اصلا نباشی تو این دنیا چه تأثیری داره؟
چقدر خوبه که آدم وقتی نیست احساس بکنه که یک چیزی از این جهان کم شده. این چیزیه که میتونه در واقع انگیزه بزرگی باشه برای ادامه حیات، که هم من بیشتر بفهمم و لذت ببرم و هم چیزایی رو که احتمالاً فهمیدم در اختیار دیگران بگذارم و شاید اونا بتونن ازش استفاده بکنن. و به نظرم چیزی به جز این دوتا ارزش آنچنانی که ما دنبالش هستیم نداره. بنابراین قهرمان‌های زیادی تو زندگیم بوده که در یک مقطعی پاسخگوی من بودن انصافاً، و اون مقطع رو وقتی من گذروندم احساس کردم که دیگه نیازی بهشون ندارم و از اونا گذر کردم و دنبال قهرمان‌های دیگری بودم. و این قهرمان‌ها همینجوری الان از جلوم رژه میرن و آدمای بسیار خوب و تأثیرگذاری هم بودن که تو اون مقطع‌ها من مدیونشون هستم. اما پایانش چی؟ پایانش اینه که اگر قهرمان واقعی وجود داشته باشه اون تو خود ما هست و من این رو باور دارم، اکنون باور دارم. اما نکته جالبترش اینه که این صحبت اکنون ما هست و من ممکنه در آینده این رو تغییر بدم و به یک باور دیگه‌ای برسم. و یک روزگاری بود که من خیلی پای این مسئله در واقع هزینه دادم و فکر میکردم در اون هزینه، در اون مقطع چیزی که فکر میکنم درسته و این چیز درست رو با بچه‌ها باید منتقل بکنم، حالا یا با تئاتر یا با آموزش در کلاس درس و غیره. بعدا متوجه شدم این غلطه. نسبی این چیزی که من اون روزگار فهمیدم و در روزگاری نه چندان دورتر فهمیدم که اون اشتباه بوده و چیزی درست‌تر از اون وجود داره. بنابراین اکنون به ضرس قاطع نمیگم این چیزی که الان من فکر میکنم 100% درسته. نه، همینجور که دنیا داره تغییر میکنه من هم دارم تغییر میکنم. همه چی داره تغییر میکنه. تنها چیزی که تغییر نمیکنه خود تغییره. پس بنابراین ما خودمونو با تغییرات باید وفق بدیم. خیلی کیف کردم استاد، جدی میگم. من انتظار این کلام رو با این شکل یا به این پختگی در جواب این سوال نداشتم. خیلی منتظر یک پاسخ در مورد یک اتفاق بودم، اما واقعا خیلی کیف کردم. خیلی در یک حالت خیلی خلاصه یک مفهوم خیلی عمیقی رو به من انتقال دادیم. تو روانشناس یا روانکاو خوبی هستی که میتونی در واقع این پاسخ‌ها رو از ماها استخراج بکنی و شاید اگر این سوال‌های شما و اون مقدمه قبلیش نبود من خودم هم هرگز اینها رو شاید به زبون نمی آوردم، ولی الان به زبون میارم و واقعا اعتقادات و باورهای من هست و خوشحالم که با شما در میان گذاشتم و شما هم میشه اینا رو با دیگران در میان بذاری و شاید که به دردشون بخوره و شاید هم که در برخوردهایی که با شما و این گفتارها خواهند داشت باز به ما کمک بکنه که ما بیشتر استفاده بکنیم. در واقع چند جانبه است دیگه. یه جانب شما هستید، یه جانب من هستم، یه جانب کسانی که بعداً میشنون و میبینن و اظهار نظرهای خاصی رو میکنن. ما برای اونها هم پاسخ داریم و گاه از پاسخهای اونها لذت میبریم و در واقع استفاده میکنیم و کاملتر میشیم و به نظر میرسه که این مسیر و این سیر تموم نشدنیه و همین چنان ادامه دارد و خوشحالیم که به هر صورت تا اینجای قضیه تونستیم ادامه بدیم و امیدواریم باشیم که باز هم بیشتر یاد بگیریم. چه لذتی بالاتر از آموختنه و یاد گرفتنه. لذت فوق‌العاده زیباییه که در واقع انگیزه زنده بودن رو به ما میده، امید رو به ما میده و اگر این نباشه دلیلی نداره آدم
ادامه حیات بده. برای چی آدم باید ادامه حیات بده؟ وقتی که سربار دیگرانه، وقتی که نه به درد خودش میخوره نه به درد دیگران میخوره، برای چی باید ادامه؟ به همین دلیل خیلی از مرگ‌هایی رو که دیدم و تا کنون تجربه کردم از دیگران، درست در لحظاتی اونا مردن که احساس کردن دیگه وجود ندارن، به درد نمیخورن، سربار دیگران هستن، آرزوی مرگ میکردن که بمیرن و برای دیگران مشکل ایجاد نکنن. اما هر لحظه که احساس میکردن که میتونن برای دیگران مفید باشن و برای خودشون، امید داشتن، زندگی کردن و ادامه دادن. و نکته جالبیه برای خودم که در واقع من فکر میکنم آدم ها تا موقعی زنده هستن که این امید رو دارن و از لحظه‌ای که امیدشون رو از دست میدن در واقع مرگشون آغاز شده و اجازه میدن بمیرن.